این روزا توی تهران حرف از یک هشدار بزرگه. هشداری که میگه اگر همینطور ادامه بدیم، اگر همینقدر بیخیال مصرف آب باشیم، شاید به زودی شبها از ساعت 8 تا 6 صبح هیچ آبی برای هیچ خونه‌ای نمونده باشه. این یک خبر قطعی نیست، اما یک احتمال جدیه. احتمالی که میتونه زندگی میلیون‌ها نفر رو عوض کنه. تصور کن، سینک‌های خشک، لوله‌هایی که فقط هوا میدن، خانواده‌هایی که با ظرف‌های خالی دنبال یک قطره آب میگردن و شبی که تهران، شهر همیشه بیدار، با آتش و خاموشی میخوابه. اما همه چیز از یک جا شروع میشه. از همین لحظه‌ای که هر کدوممون تصمیم بگیریم فقط کمی کمتر مصرف کنیم. یه شیر آب رو زودتر ببندیم، یه شستشو رو کوتاه‌تر کنیم، یه بار کمتر هدر بدیم. این بحران هنوز نیومده، اما سایه‌اش بالای سرمونه و خوشبختانه هنوز میتونیم جلوش رو بگیریم. تهران تشنه نیست، اما داره به سرعت به اون سمت میره و تنها نسخه نجات، صرفه‌جویی، همدلی و مراقبت از آخرین قطره‌هاییه که باقی مونده. این ویدیو فقط یک پیام ساده داره. آب فقط یک نیاز روزمره نیست. آب یعنی زندگی. بیاین مراقبش باشیم تا روزی نرسه که حسرت همین لحظه ها رو بخوریم.